جین. مادر؟ قدرت خاندان کازاما پاک کننده حیات و نابود کننده شیاطینه. از این قدرت برای نجات خودت و نجات کازوما استفاده کن. من حتی شده به قیمت جونم از کسایی که برام مهمن محافظت میکنم. به تمامی انسان‌ها اعلام میکنم تنها کسانی که بتونن لیاقتشونو به من اثبات کنن میتونن توی دنیای من زندگی کنن، دنیایی بدون سگ‌های ولگار. تنها ما هستیم که میتوانیم صبات قادق دنیا بقا کنیم. ارباب جین، شما تنها امید انسان ها هستی. اون رخ شیطانی تو نشونم بده. من نمیتونم تبدیل به شیطان بشم. ما در معرض نابودی قرار داریم. جین کازاما قدرتش رو از دست داده و کازویا میشیما داره هر لحظه قوی تر میشه. من این دنیای تباه شده رو نابود میکنم و دنیای جدیدی میسازم. ای جانم، چرا رفتی طرف جی کورپوریشن؟ آخه جی گروپ بهترین شرکت واسه فروش قهوه هامه. تا بعد من قدرت شیطانی ما دوباره به دست میارم و وقتی این کار رو انجام بدم به قیمت جونم شده دمار از روزگار اون بی پدر و مادر در میارم. پس باید تا آخرش از جین محافظت کنیم. دیگه با سارچی تو کارم مشتوندین. وقتش با قدرت واقعی من روبرو بشه. جین تسلیم نشو. خودتو دست کم نگیر بچه. اومدم یه بار واسه همیشه تمام این قضایا رو فیصله بدم.